یه مسئله وجه تمایز بسیار فاحش دیگه هم که داریم که خیلی به ما کمک میکنه ماژول ارتباطی که تو این نمونه ماژول لنگ گذاشته شده و تو نمونه‌های دیگه بسته به انتخاب مشتری هم میتونیم ماژول ارتباطی رو بذاریم هم میتونیم نذاریم. ماژول‌های ارتباطی هم انتخابیه، میتونه هم به صورت لن باشه و هم میتونه به صورت GSM باشه، یعنی به صورت سیم کارتی که سیم کارتاش هم سیم کارتاییه که خب خودمون میتونیم از طریق شرکت بذاریم که تا سالیان سال بدون هزینه خاص این شارژ اینترنت داشته باشه و کار کنه. در مورد بحث مانیتورینگ که داشتم توضیح میدادم، واسه اینکه ما این مانیتورینگ رو داشته باشیم که اطلاعات برد رو فراخوانی کنیم، یه نکته مهمی رو هم رعایت کردیم. برای افزایش سرعت اومدیم از پردازنده‌های خیلی قوی استفاده کردیم و همینطور PCB هایی که استفاده کردیم PCB های 4 لایه و 8 لایه بسته به انتخاب برده که تو بردهای مختلف این عدد متفاوته و تمامی استانداردهای IPC رو پاس کرده و خب این مسئله بسیار مهمی. بله. تو بحث پردازش که داشتم عرض می‌کردم، این اطلاعات از طریق اطلاعات منو کلا فراخوانی میشه داخل سامانه مانیتورینگمون و از طریق سامانه اپراتور ما داخل شرکت میتونه هر خطایی و هر تنظیماتی رو که انجام شده بررسی کنه و خب چون نفرات ما متخصص این کار هستن میتونن اپراتور رو راهنمایی کنن. بعضی وقتا میبینید اپراتور اومده یه تنظیماتی رو سهوا عمدن، حالا بعضی وقتا پیش میاد دیگه، جابجا کرده. بسته به اون جابجایی که اتفاق افتاده اپراتور خدمات پس از فروش ما از این ور در عرض کمتر از 1 ثانیه مثلا برد وصل هست به اینترنت، فراخوانی میکنه اطلاعات رو میبینه، مثلا میبینه که سطح حفاظتی درست تنظیم نشده، مثلا آلارم دمای آب به جای اینکه روی 95 درجه تنظیم بشه رو 105 درجه تنظیم شده. این رو بهش میگه که اپراتور مثلا این تنظیم شده، چرا مثلا اینو نمیخوای اصلاح کنی؟ آیا مولدت مثلا مولد خاصی که رو مثلا 105 110 تنظیم کردی؟ بله. که اینجوری اپراتور متوجه خطاش میشه و اصلاح میکنه. یا همینطور ضرایب CTPT، بعضی وقتا میبینید که ضرایب CT رو اپراتورها اشتباه تنظیم میکنن، مثلا میگه مولد من 500 کیلووات زیر فشاره ولی از این ور جریانی که دارم میبینم کمه، خب اصلاح میشه، درست میشه. یا همینطور ضرایب مربوط مثلا نوع انتخاب سنسور، مثلا سنسور فشاری که استفاده کرده، ما انواع اقسام سنسورهای فشار داریم که داخل این گذاشته شده که مثلا کدوم مدل رو انتخاب کنن. سنسورش مثلا VDO یا V3 یا سنسورهای مارک‌های مختلف، ولی خب میاد مثلا اشتباه انتخاب میکنه، فشار رو اشتباه نشون میده. یا دمای آب رو همینطور اشتباه انتخاب میکنه، اشتباه نشون میده. ما این همه سنسورها رو گذاشتیم، بعد اپراتور ما از ضرب رصد میکنه، بعد میگه ازش میپرسه از سوالات که از اون میپرسه و اطلاعاتی که خودش داره، میاد این رو چیکار میکنه، اقدامات اصلاحی رو بهش میگه که انجام بده. و حتی اگر اپراتور بخواد و اجازه بده روی برد، ما میتونیم اقدامات اصلاحی رو از اینجا براش انجام بدیم، ولی این کار با اجازه است. یعنی اینجوری نیست که ما خودمون بخوایم توی بردی دخل و تصرف داشته باشیم، با اجازه‌ای که اون خودش میده، میگه که بله من مثلا اجازه دادم، تاییدش رو میده و ما میتونیم اون تغییرات رو داخل تنظیماتش انجام بدیم. و عملاً یک کسی که نرفته کامل مثلا بردهای مختلف رو یاد بگیره میتونه با این برد به راحتی کار کنه و به ما اطلاعات رو میده، ما از این طرف کمکش میکنیم، پشتیبانی میکنیم و برد رو راحت پروگرام میکنه و تنظیمات رو داخلش انجام میده.